سلام دوستان عزیز، در پس منظر اوج کارهای بازار تابستانه ترانسفری ما چند موضوع مهم را برایتان رسانه‌ای میکنیم. گپی مهم و اساسی آن است که با قول گولتیجی لوئیس ارناندز اسپانی سرمربی روشن کلوب می شود. گفته می شود که این متخصص الکی روادیدی تاجیکستان را به دست آورده است و روزهای نزدیک رسما چون سرمربی روشن تعیین می گردد. لوئیس ارناندز در گذشته باشگاه‌های الیارموک کویت، تگوی کره جنوبی و متالورگ ازبکستان را تمرین داده است. آمدنش به خیر باشد و باز نشود که رنگ سیلوی برزیلی یک رقصی تاجیکی کرده به زودی جانب وطن دم خوده کند. خبری به قول سروشنی از بازار آن است که تیم انگلیسی وولورهمپتون باز هم بازیگری نو خرید. این هم پدرو لیما 17 ساله است که با لقب کفوی نو نام برآورده است. نسبت این بازیگری منتخب جوانان برزیلیایی U20 در برابر گورگان، چلسی و رئال توجه داشتند، ولی اخیراً وولز با او شرطنامه زیر نقشه 5+1 امضا کرد. یعنی در این سوداکاری وولز زودتر برآمدند و یا چطوری میگویند در این زمان گرگ شدند در کار. یک گپ دیگری مربوط به بازار کشوری بارانی این کامبک بازیگری سابقه دار به ساوثگمپتون است. ساتان بدیانی که دوباره به پرمیر لیگ انگلیا برگشت، آدم لالانه 36 ساله را به 1 سال پیش خود آورد. این بازیگر انگلیس که از سال 2006 تا 2014 در صف ساوثگمپتون بازی میکرد و بعدا به لیورپول و سپس به برایتون رفته بود، چون دستپرور این تیم دوباره به ساتان می آید. یعنی این ترانسفر معنای آن را دارد که بزرگان خودی ها را خار نمی کنند. در جزیره بزرگترین همچنین کریستال پلس 15 میلیون از خزینه بیرون کرد و شادی ریاد را از بتیس شامل قصر کریستالی نمود. اسپانیایی بودرینگ پرست باشند این دفاعگر را 1 سال پیش از بارسا با نرخ 3 میلیون گرفته بودند. مراکشی 26 ساله از این پس و طور قانونی بعد 26 بازی لالیگا تا سال 29 در انگلیا کلوب نیک نمیچیند بلکه فوتبال میکند. یک دسته پولدار و مغرور حضره انگلیسی که نیوکاسل یونایتد نام دارد این نوبت به پول از بورنموث لوید کلی را آورد و با او همکاری 5 ساله میکند. زاغان میخواهند در موسم نو با دفاعگری کار کنند که موسم پیشین پرمیر لیگ انگلیا 23 بازی و 1 اسیست داشته بود. همزمان وست هم یونایتد با ارزش 23.7 میلیون یورو وینگر 18 ساله پالمیراس گیلیرمه را خریداری کرد و با او شرطنامه 5 ساله بست. غیر از این پولی گفتگی پالمیراس باز 7 میلیون دیگر چون علاوه پولی و 20% مبلغ از فروش بعدی به دست می آورد. برزیلی باشد به صفی بلغ کوبان که پیوست از این پس عریفان را باید که بلغش پاک کند. از اسپانیا باشد رادامیل فالکاو می رود و او به تیم کلمبیایی میلیوناریوس بعد 3 موسم در رایو والیکانو می پیوندد. حمله‌ور 38 ساله در دسته کودکیش تحت رقم 9 برآمد کرده. با قول اینفوبی شرطنامه رادامیل با هموطنان نیم سال را در بر خواهد گرفت. بعد کار کردن قابچه پول در اروپا نیم سال خدمت به وطن هم واجب و ضرور است. به صف سویلیا باشد کسی دیگر نو به پول بازیگر سیسکای مسکو شیدر اجوک پیوسته و با اندلوسیا شرطنامه 3 ساله بست. موسم قبلی اجوک در صف اندورپنی بلژیوی برآمد میکرد. همزمان باشگاه اسپانی سویلیا عاید رفتن سرخیو راموس 38 ساله اعلان نمود. راموس در مسیر یک موسمی برآمد خویش در دسته سابقش 37 بازی گذرانید و 7 گل زد. به نظرم بعد گرفتن 2 آینه خیربودی از جانب اندلوسیا راموس ممکن به نزد رونالدو به النصر رود، زیرا آنجا حمله‌وران الهلال را با هر راهی نباشد باز داشتن در کار است تا که رونالدو اقلاً 1 جایزه داخلی بگیرد. ژیرونا باشد پیش از آنی که نفری کلیدی را از دست می‌دهد چهره‌های نو را شامل تیم می‌کند. یکی از آنها دفاعگر منتخب چخیا لادیسلاو کریچ از اسپارتا میباشد که الکی با ارزش 12 میلیون یورو به کاتالونیا آمد. شرطنامه با بازیگری 25 ساله‌ای که 8 گل و 4 اسیست در 26 بازی چمپیونات چخیا دارد تا سال 29 است. در ایتالیا باشد آتالانتا با پرگی شارل دکتلاری را از میلان با نرخ 22 میلیون یورو خریداری کرد، زیرا این نیم حمایتگر دارای آمار 10 گل و
8 اسیست در موسم قبلی سری آ است. بعد آن که بازیگر 23 ساله وقتی جرأت در برگامو خود را مقبول دلی همگان کرد و وقتی پیروزی در لیگ اروپا هم سهم گذاشت، نگرفتن او به پرگی هم یک برابر به همقی است. همچنین در کشور اسپاگتی و پاستا و پیتزا دسته اودینیزه مربی نو پیدا کرد و این هم سابق سرمربی لیگیا کوستا رونیایچ است. درباره شرط‌های قرارداد کاری با متخصص 53 ساله یگان چیزی زیادتی گفتن نمی شود. این مرد که خوب باشد پیشتر تیم‌های لیگیا، پاگون، میونخن 1860، کایزرسلاوترن و دیگران را تمرین میداد. در اودینه باشد و فابیو کاناوارو را عوض می کند. ورونا هم بعد رفتن بارانی به لاتسیو صاحب مربی نو شد. این هم پاولو زانتی می باشد که شرطنامه با این مربی 41 ساله تا سنه 30 میون سال 25 با امکانی تمدید کنی به یک سال دیگر مهلت دارد. جای آخری کاری زانتی باشد امپولی بوده. پیشتر از این او تیم‌های ونیتسیا، اسکولی و زودیر تیرول را تمرین میداد. اگر گپ سری چخچخ‌های ترانسفری آلمان رود، باواریا باز هم دفاعگری آسیایی خرید. این هم نوابسته از آن است که کیم من جه فرصت‌های آخر ارزنده 5 میلیون نرخ خود نبود. این دم باشد دفاعگری شتوتگارت خیراکی ایتو بر عوض 30 میلیون یورو به میونخن آمد و شرطنامه تا سال 28 امضا کرد. دفاعگری 25 ساله موسم قبلی در صف شتوتگارت 26 بازی و 2 اسیست در نامش داشته بود. پرقوت کردن خط دفاع با بازیگران آسیایی و آوردن مربی آفریقایی تبار باید که نفوذ باواریا را دیگر باره برقرار کند، ولی این همه میتواند غلط برآید. قهرمانی فعلی ناشکست از لیورکوزن که به شرافت رکوردهایش نیورکوزی نام گرفته بود، پیش از آن که یگان کس رود از ژیرونا آلیش گارسیا را آورد. بایر با بازیگری ژیرونا شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا نمود و او باشد با آلمان بر عوض 18.2 میلیون یورو آمد. چگونه ای که بایر موسم اولی نشان داد، ژیرونا هم در لالیگا یکی از گپ زنانی اساسی بود و گارسیا باشد 37 بازی کرد و 3 گل و 6 اسیست با آن گرفت. بعد این میتواند در دفاع کنی عنوان قهرمانی به بایر کمک نماید. یک دسته دیگری جایزگی در آلمان این RB لیپزیگ است که برآمدن به بازار را فراموش نکرد. برزگاوان سرخ از شهر لیپزیگ با ارزش 10 میلیون یورو با حسن اویدراگوی 18 ساله از شالکه شرطنامه امضا کردند. این بازیگر پیش از این با ارزش 15 میلیون یورو به باواریا نرفت و با RB شرطنامه 5 ساله بست. و فکر ملکه در جوانی پی برد که پرابلم‌های باواریا در یک روز و 2 روز حل نمی شوند. تیم دیگر آلمانی خریدار از بوندسلیگا اونیون برلین است که با دفاعگری 20 ساله منتخب آوستریا لئوپولد کوورفلد شرطنامه بست. پس تیم نوش باشد این آوستریایی سر از موسم نو بازی میکند و با همین دسته رپید وین را ترک میکند. نفر 20 ساله که نو به بوندسلیگا می آید بازیگری سابقه دار 35 ساله باشد از فوتبال آلمانی ها کنار می رود. اینجا گپ سری لگنده بروسیای دورتموند ماتس هوملز می رود که بعد 13 سال و 6 جایزه شهر دورتموند را ترک می کند. این موسم باشد ماتس 25 بازی و 3 گل و نامش ثبت نموده. همچنین با تیمش تا فینال لیگ چمپیونها هم رسیده بود. ولی چطور دیدیم بعد جنجال ها با سرمربی دسته ادین ترزیچ هم خود به دسته میماند و هم مربی جوان را از کار بکار کرد. بعد پهن کردن صدها خبر آوازها اوید رفتن دروازه‌بان منتخب روسیه به پاریژ از جانب رسانه‌های روسی، اخیراً ماتوی سافونوف از کراسنودار به PSG بر عوض 20 میلیون یورو گزارش انجام داد. جانب‌ها شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 29 امضا نموده. دروازه‌بان 25 ساله دقیقاً زیر سایه دوناروما میماند. در صف کراسنودار باشد از سال 2017 برآمد داشته. موسم قبلی کم ترکی دیگر مانده بود که چمپیون شود، ولی در PSG باشد از پس دوناروما و دیگران انیق چمپیون می شود. یک گپ دیگری مربوط به پاریژی ها این رفتن برادر امباپه ایتان امباپه از گراند پاریژی است. فوتبالباز 17 ساله پیش از رفتنش به همگان با یک خاکساری و اظهار منتداری تشکر گفت و اکنون باید دسته نو پیدا نماید. موسم قبلی او تنها 3 بازی در لیگ یکم گذرانده. اصلا از سال 2017 تا به حال برای پاریژیان به قول کلای شیر نآورد، ولی پیپی پرتغالی باشد به پورتو خدمتی بزرگ کرده است.
او تا حال در سن 41 سالگی هم از بازیگران کلیدی منتخب در یورو 24 است، ولی با پورتو باشد سرگذشتش انجام می شود. در این باره پرزیدنت هجدهاران اندره ویلاش باش از برای کم کردن خراجات اعلان کرده بود. اگر به تاریخ نگاه کنیم، پپه در صف پورتو از سال 2004 تا 2007 و از سال 19 تا حال برآمد کرده 4 مرتبه غالب چمپیونات پرتغال شده است. اکنون که رئیسان دسته چنین قرار برآوردند، ممکن این پیریکار هم رونالدو به النصر میبرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.